این پرنده رو آقا ما گرفته اینو سر کار ما، حیوانکی بالش شکسته، نگاه چقدر زیباییه. الان به محیط زیست زنگ زدم که بیا تحویلش بگیره، ان شاءالله بیا که ببرش دیگه. سلام، وقتتون بخیر آقا. یه چند از این کلیپ نگاه کنید، رد نکنید. این پرنده رو ما تو کارگاه گرفتم، بالش شکسته بود. بعد تو اینترنت که سرچ کردم شبگرد مصری بعد از 600 سال اولین بار توی گیلان دیده شده. بعد ما زنگ زدم اول با آتش نشانی که مثلا بری مویسیس که اولا جواب نداد. با آتش نشانی زنگ زدم و تلفن همراه به ما داد، تماس گرفتم با بی بنده خدا، گفت الان مثلا با فلانی مفرستم بیا ببرش. بعد که نیامد، بعد دوباره زنگ زدم گفت شماره دیگه داد، دقیقاً 10 تا شماره ما گرفتم، پاسکاری کرد که ما این پرنده رو بفرستم بره محیط زیست حداقل مداواش کنن. یعنی الان تقریبا 4-5 سال سر تاریخ ساعت که زنگ زدم مگذره نیامدن ببرن. یعنی حیوان هم انقدر از بالش خون رفته رو مشاهده کنن نیامدن ببرن. یعنی چقدر مسئول بی فکر دارن. شما اگه سرچ کنن پرنده مصری شبگرد مصری تو گوگل خودش میاره بالا تا ببینید چی تاریخچه‌ای داره. واقعا همچین پرنده کمیاب الان مثلا هر جا بشه رو هوایی را مثلا ما آقا فکر کنم میلیاردی قیمت داشته باشه. من فقط به خاطر رضای خدا هم چیکار انجام دادم که گفتم به حیوانات آسیب نرسه، آزار نرسونم. حالا ان شاءالله با مهندس هماهنگ کردیم، ان شاءالله برای دامپزشکی بالش مداوا کنه، بعدش اگر محیط زیست خواست که دیگه بهش بدیم ببره. این پست خواهشاً شیر کنه بفرسته برای مثلا کسایی که پرنده شناسن، اینو واقعا همچین پرنده هست یا نه. ما که تو سرچ کردیم حقیقتا توی گوگل زده بعد از 600 سال توی گیلان دیده شده اولین بار. حالا من تو مشهد توی کارگاه ما دیدیم پرنده رو. غذاش هم مثلا حشرات، پروانه و سوسک و ملخ و هم چیزایی هستش. یا علی یا حق.